قسمت اولی که ما داریم از و خیلی مهمه که میخوام همه در جریانش باشن اینه که پرامپت کلا از چی ساخته شده. الان ما اونجا لایو همه چی رو دوستانی که آنلاینن الان صدا اوکی دارن؟ صدا رو چک کن. باشه. پرامپت کلا از 4 تا تیکه تشکیل شده. اینستراکشنی که بهش میدید، سوالی که ازش میپرسید، دیتایی که بهش ورودی میدید و اگزمپلایی که بهش میدید. حالا ما میخوایم با این ساختار شروع کنیم یه سری تست کنیم، ببینیم که چه شکلی عمل میکنه، ببینیم اگه این ساختار رو رعایت کنیم میتونیم خروجی بهتری ازش بگیریم، میتونیم کار بهتری بکنیم. من یه چیزی بگم، این عکسایی که سمت راست و چپ میبینید اینا همش AI generated. اینا رو واسه دوستانی ما درست کردیم و گذاشتیم که حالا دوست دارن تصویرسازی انجام بدن با AI. ما حالا دوره بعدیمون دوره تصویرسازی با AI و اینا رو از قبل آماده کردیم که ببینید. مورد اول، من یه اینستراکشن میدم و ازش سوال میپرسم. سوال من اینجاست: How should I write my college admission essay؟ چطوری باید یه اسای اینطوری بنویسم؟ و بهش اینستراکشن میدم. این کوئسچن همه اینستراکشن. Give me a suggestion about different sections I should include. بذارید اینو تست کنیم ببینیم که اگه ما همینو توی جی پی تی بدیم آیا خروجی بهتری میده تا اینکه فقط سوالو بپرسیم؟ یکی از چیزایی که دوست دارم مقایسهش بکنیم اینه که ما این سوال رو به تنهایی بنویسیم و مقایسهش کنیم ببینیم با این حالتی که بهش اینستراکشن دادیم، بهش گفتیم که چه شکلی باید باشه. Write suggestion about different sections. What I should include, what tone I should. خب ببینید اینجا اومده سری نقطه ها گذاشته. تون باید چه شکلی باشه، اکسپرشن باید چه شکلی باشه. خب یه توضیح بیشتری داده. احتمالاً این چیزیه که نزدیکتر به اونی که ما میخواستیم. مقایسه کنیم با این. فقط یه سری چیزای کلی نوشته و حتی ساختار متن هم نداره. میبینید؟ ولی اینجا ساختار متن داریم. اومده اول گفته structured باید چطوری باشه، بعد گفته toned باید چه شکلی باشه، بعد گفته expression باید چه شکلی باشه. خب این چرا اینطوری شد؟ به خاطر اینکه ما رو قطع کرد. این اینطوری شده به این علت که ما ساختار رعایت کردیم. برگردیم به ارائه. ببینید توی این ارائه من گفتم instruction, question, input data و example اجزای پرامپتن. ما الان 2 تا جزء رو رعایت کردیم و خروجی خیلی بهتری گرفتیم. من سعی کردم اینا رو ساده بیارم که توی ذهن بمونه. حالا توی اون کانال شریف جی پی تی پرامپت جزئیات بیشتر، موارد بیشتر، همه اینا رو داریم که میتونید بعداً خودتون تمرین کنید، ببینید. مثلا بهتون نشون بدم. ما تمرین در نظر گرفتیم، پرکتیس های مختلف در نظر گرفتیم برای شما. میتونید این پرکتیس ها رو یکی یکی شروع کنید انجام بدید، بررسیشون کنید، فیدبکتون رو روش بدید، ببینیم که اصلا چه شکلیه. من خیلی نمیخوام الان وارد این پرکتیس ها بشم، چند تاشو با هم میریم جلو. بیاید یه مدل دیگر رو تست کنیم. اینستراکشن بدیم به علاوه دیتا. خب ما میخوایم یه ایمیل بزنیم به رئیسمون، به یه کسی
بگیم که من مریضم. خب تست کنیم. یه تستی هم میکنیم. ما همین رو بدون دیتا بهش میدیم. یه متن نوشت، دیتاها رو پر کرد، موارد رو گفت. اینجا نگاه کنید، واسه من جای خالی گذاشته. خب این جای خالی رو من باید مجدد پر کنم، شاید تایمم تلف میشه. اینا شروع کنید این پرامپت هایی رو که تمرینی بهتون داریم میدیم و شما خودتون برای خودتون تکمیل کنید. به این نیم اضافه کنید. خب موارد دیگه اضافه کنید. پایین‌تر تو مرحله بعدی بهش میدیم. جان؟ تو مرحله بعدی بهش میدیم. متوجه نشدم. یعنی یه دونه برای من نوشته بشینه حالا این کارا رو روش انجام بده یا اولش بهش میدیم؟ نه اولش بهش میدیم. اولش بهش میگین. نگاه کنید اینجا همه رو بهش گفتم. حالا این میتونه دیتاهای بیشتری باشه. میتونه اصلا سابجکت نوشتن ایمیل نباشه. میتونه سابجکت برنامه نویسی باشه. برنامه نویسا خیلی هاشون نیاز دارن به این که یه API کال کنن یا یه API بنویسن با یه پارامترهای مشخص. خب پارامترها رو این اول مشخص میکنن، بعد اینستراکشن رو میدن، بعد که اینستراکشن رو دادن کد واسه شون ساخته میشه. من میخوام یه چیز جالب‌تر بهتون نشون بدم. شاید اینو دوست داشته باشید. میخوام یه اسکرین شات بگیرم. این اسکرین شاتیه که من دیروز گرفتم از دقیقاً همین سایت بینگ. خب کار جالب. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. اینجا به جای این که من دیتا رو بیام به شکل تکست بهش بدم، یه دونه عکس گرفتم و این عکس رو بهش دادم و اون عکس عملا شد دیتای من. و ببینیم چه اتفاقی میفته. پس دیتا به علاوه اینستراکشن رو در نظر بگیرید. شما دوستان خیلی به این برمیخورید دیگه. ببینید چه اتفاقی میفته. از عکس رو میره متوجه میشه و میاد شروع میکنه موارد رو گفتن. دو تا مدل دیتابیس ساخت، یکی واسه نیوز آرتیکل، یکی واسه مارکت ایندیسز. از کجا فهمید که ما مارکت ایندکس داریم؟ از رو عکس اینو متوجه شد. و تایتل، سورس، تامنیل، کانتنت، پابلیشد اد، ایز ترندینگ. از کجا اومد؟ از این عکس. از این کوچیک متوجه شد که ایز ترندینگ هست یا نه. عکس میشه تامنیل، تایتل، لایک و دیسلایک، سورس، همه رو متوجه شد. خب خیلی وقتا شما میتونید تست کنید، بهش عکس بدید، به جای اینکه واسش تایپ کنید، بهش موارد بدید، اسکرین شات بگیرید و بر اساس اسکرین شاتتون این مارکت ایندیسز رو نگاه کنیم. value change index code، value change index code، همه اینا رو متوجه شد. این که عکس بدید به عنوان دیتا میتونه خیلی کارتون رو راحت کنه توی همه موارد و مباحث. و اینجا میبینید که
ویو رو نوشته اون و اینجا هم برای ادمین پنلش نوشته. به نظرتون چه جای دیگه ای هست که میتونیم بهش اسکرین شات بدیم و مشکلمون رو حل کنه؟ دوست دارم شما بگید. اسکرین شات بهش میدم، میگم چند تا اسکرین شات بهش میدم، میگم یک تصویر دقیق نمی‌فهمم شبیه اینا میخوام. بعد میفهمم. خب ولی تکرار میکنم که تصویر بهش میدم، یعنی چیزی بعد بذار یه چیز دیگه بگم. مثل اینو میخوام. خب مثل این عکس ماشینه میخوای دیگه، درسته؟ Create an image similar to the این همون کاربردی بود که شما گفتید. احتمالاً باید بفهمه این ماشین تویوتاست، احتمالاً باید بفهمه پیکاپه و بر اساس اون بیاد خروجی بده. ببینیم چی خروجی میده. این گفتم یه عکسی شبیه به اون ماشینه بده. خیلی جذاب، خیلی واقعا نزدیکه. اینجا غلط املایی نوشته. چند تا عین همین بهش میدیم متوجه میشه. آره میتونه آیدیا بده به توییتا. بذارید اینو بفرستم توی گروه. خیلی عکس قشنگی شد. چی؟ آره. حالا خب بریم بعدی. این خیلی شبیه به اون قبلیه، فقط نکتهش اینجاست که اینپوت دیتا طولانی‌تر، بیشتر، راجع به چیزهای بیشتریه، شرایط و کانتکست بهش توضیح داده شده، همه موارد بهش گفته شده. چیز جالب‌تری. خب عکسی که سمت چپ می‌بینید، نظرتون راجع به اون عکس چیه؟ یه چیزی که خیلی واسه من جالب بود اینه که نگاه کنید این AI داره عملا خودشو نقاشی میکشه و اینجا میبینید بدنش کامل نیست. خب هنوز اینا کامل نشده، داره میکشه، هر جایی که کشیده اینجا هم کامله. و نکته اینجاست هم این که اینو AI متوجه میشه و میتونه یه آرت به معنی واقعی کلمه بسازه، این خیلی جذابه. خب این پوستر کارگاه بعدیمون که کارگاه تصویرسازی هست در نظرش داریم. توی کارگاه تصویرسازی قراره آموزش بدیم که شما چطوری میتونید تصویرهای خلاقانه توی برای کاربردهای مارکتینگ، احتمالاً واسه ما مناسب نباشه، یعنی حداقل واسه من که مناسب نیست، ولی مدرس دیگه‌ای میاد و مباحث رو آموزش میده. خب اون پرامپت هم یه تستی بکنیم ببینیم که چطوریه. میخوام یه 4 پاراگراف کالج اسای داشته باشم. وقتی طولانی تر واسش می‌نویسی و اینپوت دیتای کامل بهش میدی، یه چیز فوق‌العاده می‌نویسه. دقیقاً. رزومه رو بهش بده، طبق اون برات مثلا یه حسابی می‌نویسه. یه سری وقتا من رزومه لینکدینم رو کامل بهش دادم و بر اساس اون شروع کرده من دیتا دادم. دیتا داده. خلاصه کرده رزومه، یه پاراگراف نوشته. این یه پاراگراف هم سخته نوشتنش. دانشگاه نامه بفرستی. دقیقاً. این با این
دقیقاً این تیکه واسه اون قسمت نامه‌نویسی خیلی مناسبه. یعنی حالا دوستایی که توی کاربرد نامه‌نویسی میخوان ازش استفاده کنن میتونن با این خیلی بهره برداری خوبی بکنن. یک نفر رو گذاشتن فقط نامه‌های خارجیشون رو بنویسه. درصد که شاید نیازی نداشت. اینم شاید بعداً برطرف بشه. میتونه اون نفر بیاد که چند کار انجام میده، همین کار به راحتی با چت جی پی تی انجام بده و تمام نامه‌های خارجیشون رو در عرض از ثانیه بنویسه. متوجه نشدم چی شد. من که دوستان تو هلدینگ نفت و گاز اینا ارتباط دارن با شرکت‌های خارجی. مدام باید مکاتبه‌های انگلیسی داشته باشن. درسته. شما تمام نامه‌های انگلیسیشون رو تو با این نمی‌نویسید. خب آره این که مشخصه. خب یه آدم یعنی یک نیرو گذاشتن حقوق بهش میدن این کار داره خیلی میشه فکر می‌کنه. یعنی توی یه سری یعنی توی یه سری از شرکت‌ها کار یه سری از آدما نامه نوشتنه. به یه بخشی از کارو من میفهمم اوکیه، ولی اینکه کارش فقط زبان خیلی خوبی داره میشه نامه آره شرکت‌های خیلی زیادی توی ایران با روسیه کار میکنن. خب و به نظرم write it in Russian نظرم روسی میتونه خیلی کاربرد خوب. راست میگید منم یه مدت فرود اصلا مشکلی توی ترجمه فارسی نداره، احتمالاً توی ترجمه روسی هم نداره. خب چرا؟ من انگلیسی ازش ایراد میگیرم یه جایی رو. کار بیزنسی رو انجام میده. اوکی. خب این خروجیمون هم بذاریم. خروجی آره. آره یکی از مهمترین کاربردهای این برای آدمای اچ آریه که همین کارهایی که آقا گفت انجام. اگه خاطرتون باشه اول ارائه اینجا اچ آر به نظرم یکی از مهمترین کاربردهای ای آی. همین کاری که شما انجام دادید اگه یه نرم افزار ATS روش بود و اتومات میشد چقدر بهتر بود. به نظرم اینو جدی بگیرید. اچ آر خیلی کاربرد مهمه. Application Tracking System. Applicant Tracking System. اگه بدیم به این اپلیکیشن براش بسازیم که دیگه خودش ریزالتا رو کلاسیفای کنه. توکن خیلی از توکن حرف میزنن. توکن چیه چطوریه؟ بعضا ما وارد دیتیلش نشیم. خب توکن یه مبحث فنیه که توی اصلا خود دیپ لرنینگ معنا داره. خود این موضوع زبانی معنی داره. این یه توکنه، این یه توکنه، این یه توکنه، هر کدوم یه توکنه و این توکنا یه معادل وکتوری توی یه دیتابیس خیلی بزرگ زبانی دارن که اون وکتورا در هم ضرب میشه و یه خروجی به ما میده. در واقع این توکنه کارش اینه که
این توکنایزری که شما اینجا می‌بینید کارش اینه که یه امبدینگی درست میکنه، یه ماتریس خیلی بزرگ درست میکنه، تعداد سطر و ستون خیلی زیاد که اون ماتریس خیلی بزرگه جدا میکنه تیکه ها رو. خب این تیکه هاییه که AI میفهمه، یعنی این developed میره دقیقاً داخل AI و بر اساسش جواب داده میشه. هیچ استفاده ما ازش نمیخوام. آره مثل کیبورد. به درد استفاده ما نمیخوره. من فقط خواستم یه بار نشون بدم و اون توکنایزر هم داشته باشید که یه آشنایی کلی فنی هم داشته باشید با ماجرا. من خیلی آدم فنی ام و دلم نمیخواست این دوره اصلا جنس فنی داشته باشه، چون زنگی که زدم، مصاحبه‌ای که کردم با آدما خیلی علاقه نداشتم به سمت فنی بره، بیشتر دوست داشتن کاربردش رو توی زندگی روزمرهشون داشته باشن. ولی این تیکر هم داشته باشید، به کارتون میاد، به نظر چیز جذابیه، بد نیست دیده باشید حداقل. برگردیم به استراتژیامون. Write clear instruction. اون چیزی که میخواید AI انجام بده رو بهش خیلی شفاف بگید که باید چی کار کنه. نمونه ببینیم. من سوال میپرسم Who's president؟ رئیس جمهور کیه؟ چه زمانی؟ اولین چیزی که بشه کجا؟ دیگه در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ این بهتره. Who was the president of Mexico in 2001 and how frequently are elections held؟ خب معلومه وقتی ما بهش بدیم who's president نمیتونه جواب بده. بخواید تست کنیم؟ آره اینفوگرافیک هم میده. Who's president؟ آره حالا آره فارسی هم بنویسیم ایران میاره. رئیس جمهور کیه؟ رئیس جمهور همه جا فعلا بایدن. آخر ما رو خب ما نیاز به وب اکسس و پلاگین و اینا نداریم. با همین پرامپت نوشتن که توی اینترنت سرچ کن میتونه بره سرچ کنه و داشته باشه. نظر شخصی داره؟ یعنی چی؟ نظر شخصی خودش رو بگه، یعنی داره دیتا استفاده کنه. حالا ازش میپرسیم. هوش مصنوعی شخص نیست که نظر خودش رو بگه، از دیتایی که داره استفاده میکنه. نه بله باز اینو الان از اینترنت در آورد.
چی؟ حالا میتونیم بگیم لحنش رو عوض کنه، هر چیز دیگه. ولی خیلی موضوع مهمیه. ما خیلی وقتا توی پرامپت نویسیامون توی این تله میافتیم. خب به اندازه کافی بهش دیتا نمیدیم. الان اینو جواب داد، هوز پرزیدنت رو جواب داد، ولی واقعا درست جواب داد؟ نه. و ما اینو متوجه نمیشیم، مخصوصا موقعی که مسئله‌مون پیچیده است. موقعی که ما مسئله پیچیده‌ای داریم متوجه نمیشیم که باید بهش دیتای کامل میدادیم تا جواب درست میداد. ببینیم چی داد. حالا این خیلی طول داره. بریم بعد. راجع بقیه‌شون هم همینطوریه. خب مثلا این summarize the meeting notes. خب بهتره که واسهش توضیح بدیم. summarize کن توی پاراگراف، بعد مارک داون درست کن، بعد اسپیکرها رو بگو کیا هستن و اینجوری یه فرمت مرتبی هم میده. اینکه ما یه ذره زمان بذاریم و پرامپت بهتری بنویسیم باعث میشه تایم خودمون down the road سیو بشه و این چیز خوبیه. فعلا ما وایس تو تکست فارسی خوب نداریم. چون می‌بینیم من وایس تو تکست که میدم، چون استادا خب فقط فعلاش فارسیه، همه رو انگلیسی میگن. بعد همین نکته همینه. ما دقیقاً به خاطر همین وایس تو تکست خوب نداریم. و این اصلا یکی از چالش‌هایی که ما توی زبان فارسی داریم نبود وایس تو تکست. اگه ما وایس تو تکست خوب داشتیم میتونستیم خیلی پروداکت‌های خوبی مخصوصا توی زمینه بانکی خیلی نیاز هست میتونستیم داشته باشیم، الان نداریم. من کاری که خودم میکنم میدونید چیه؟ من وایس تو تکست رو خودم مینویسم، بعد هر چی که اون طرف گفته رو همه رو میارم تو گوگل، بعد اون فایل رو میدمش به چت جی پی تی، میگم که مثلا 6 صفحه. راهش همینه. امروز راهش اینه. چون وایس تو تکست خوب نداریم. وایس تو تکست فارسی من تقریبا همشونو شرکت هایی که بودن همه رو تست کردم، پولم خرج کردم، هیچ کدومش خوب نبود. بهش بگید شبیه یه پرسونای عمل کنه. خب یعنی بهش پرامپت بدید که مثل یه پرسونای عمل کنه. مثلا من میخوام که برای برنامه نویسی ازش سوال بپرسم، میخوام چیز فنی بپرسم، باید بهش بگم که پرسونای یه دونه پروگرامر رو بگیر. خب و چی؟ گفتم آفر. آها گفتی آفر. من مثلا برای عکس بهش میگم که شکلی هنرمند معروف پیدا میکنم که سبک دوست دارم، مثلا میگم این تصویری که میخوام شبیه مثلا این هنرمند بر من طراحی کن، میره تو سبک اون طراحی میکنه. حالا پروگرام همین برادر این قبلی و الجزیره داد، بریتانیکا داد. چی؟ بریتانیکا؟ آره دیگه خسته شدیم، کافیه، نمیخوایم راجع شد. یادم رفت. آره ولی قبلش میخواستم یه کار دیگه بکنم که جالب‌تر بود. حالا شروع میکنیم از پرسونا دادن. آها به ذهنم اومد. respond
بستنش. کیو بگیم؟ مثلا پیکاسو رو ببین. یه حزب رو بزن. نه پایین رو آرهیتش نباید بدیم. tremendous potential. I've seen it. I've been dealing with it. واقعا شبیه اون جواب داد. آره. A great programmer respond. You are a pro. نه programmer دیگه. I want to create an AI-based educational application that uses ChatGPT. این خیلی جالب تره. قسمت های مختلف برنامه رو بهم گفت. ببین ما خیلی وقتا به یه سری متخصصا نیاز داریم. این برنامه نویسه. خب حالا من ازش راجع به دیزاین میپرسم، ازش راجع به حقوقی میپرسم، میگم تو یه متخصص حقوقی به من جواب بده. ببینید ما خیلی وقتا نیاز به مشورت گرفتن از آدما داریم. خب قطعاً سکشن مالی داره دیگه، درسته؟ پروگرامر فایننس. می‌بینید بایاس شد ولی داره به من مشورت میده. داره به من مشورت میده که من باید چی کار کنم، چطوری باید برم جلو. حتی اینجا پرامپت بدی بهش داد. What financial implications are these آره الان به من داره مشورت میده. ما خیلی وقت تو زندگی اون نیاز به مشورت داریم. ببینید همین لپتاپ یه اتفاقی افتاد، من اینو از پریز کشیدم بیرون و خاموش شد. با خودم گفتم که خب دیگه خراب شد، دیگه داریم یکی جدید بخریم، اینم بدیم تعمیر. باهاش مشورت کردم، گفتم که اینطوری این شرایط پیش اومد، من کشیدم، قطع شد و الان دیگه کار نمیکنه. حالا باید چیکار کنم؟ بهم یه چیز جالب گفت یه سری الکتریسیته ساکن داخل مداراش مونده. دکمه پاور رو 60 ثانیه فشار بده. 60 ثانیه فشار دادم، زدم دوباره روشن شد. آره همینه. ما خیلی وقتا مشکل میخوریم. اسکرین شات بگیر بهش بده دفعه بعدی. خب اطرافش حساب نمی‌کنه دیگه. بذار یه دونه برداریم. این جدول راحت نمی‌کنه بیس
این موضوع جدول شد. ببینید اینو کپی میکنید، یه سرویسی هست به اسم پاندا اور میرید اینجا توی این ادیتور MD اینجا کپی میکنید و از اینجا از اینجا کپی پیست میکنید. علتش چیه؟ نه این هم ورد قبلیمون. بیام تمام کنم. اون جدول نمیده؟ چرا اون جدول من فعال کنیم؟ من دیگه شروع کردم. همین دفعه از خودش رو نامرئی کرده اون خودش رو جدید پروگرام کنید. پیشنهاد من اینه که از توی این بردارید. نه اینی که من میدونم. نگاه کنید اینجا میریم ولی میتونید از این هم استفاده کنید. خیلی ابزار خوبیه برای اینکه شکل بده. نه CSV نمیشه. ادیتور چه مزایایی داره نسبت به PDF میتونید پیست بکنید؟ خروجی که از چت جی پی تی میگیرید و با فرمت بهتری بهتون نشون میده و میتونید کپیش کنید راحت. فعلا اینفوگرافیک هیچ AI فعلا اینفوگرافیک خوب نمیده. فعلا نه فعلا هیچ AI اینفوگرافیک خوب نمیده. خب ما پرسونا هم تست کردیم، پرسونا هم دادیم، خیلی خوشحال رفت جلو، به همون جواب داد. اگه میخواید اینو تست کنید، اگه نه این جلوتر یادتونه توی اون ترجمه پرامپت ترجمه یه دونه 3 تا دابل کوتیشن گذاشتیم. این 3 تا دابل کوتیشن میتونه باعث شه که مدل دقت کنه به اون چیزی که توی 3 تا دابل کوتیشن میذارید. این 3 تا دابل کوتیشن خیلی چیز مهمیه. خب از این به بعد اگه به یه قسمتی از تکستتون، به یه قسمتی از اینستراکشنتون توجه نکرد، بندازیدش تو 3 تا دابل کوتیشن، بهش توجه میکنه. و اینجا ما این کارو کردیم. مثلا میخواد سامرایز کنه 3 تا دابل کوتیشن تکست رو جدا میکنه، قاطی نمیکنه. این خیلی چیزیه که آدما استفاده نمیکنن. میتونید از XML تگ هم استفاده کنید. میتونید اینطوری تگ بذارید، آرتیکلتون رو بذارید، بعد آرتیکل 2 اینجا و XML تگ شاید راحت تر باشه واسه بعضیا. مثلا قسمت‌های مختلفی که دارید بهش میدید و بندازید توی تگای اینطوری. مثلا خیلی ها میگن که بهتره که از پرامپت های انگلیسی استفاده بشه. توی ورژن 4 انگلیسی و فارسی خیلی تفاوت های کمی داره.
این تیکه واسه برنامه نویسام خیلی کاربرد داره. و موقعی که پیامتون طولانی میشه، استفاده کردن از یه همچین چیزی میتونه به ربات کمک کنه که بهتر متوجه بشه که چی باید جوابتون بده، چطوری باید جوابتون بده، چه تیکه هایی باید برداره. اینو خیلی در نظر نمیگیرن. من ندیدم کسی از این استفاده کنه. شما استفاده میکنید؟ این امتحانش. نه، این مشکل ریسپانس تایم نیست، مشکل اینترنته. دقیقا مشکل اینترنته. به موقعی که پیام خیلی طولانی میشه، ما لازم داریم که قسمت‌های مختلف رو به هوش مصنوعی بدیم. حالا قسمت‌های مختلف رو چه شکلی بهش میدیم؟ چه شکلی بهش میفهمونی که این قسمت اوله، این قسمت دومه، این قسمت سومه؟ چطوری یه کاری میکنی که متوجه بشه که چطوری باید ریسپانس بده؟ ببین این کاربردش اینه که به هوش مصنوعی میفهمونه که یوزر واقعا چی میخواد. آره قسمت‌های مختلف پرامپت رو متوجه میشه. این بریم باید بیاریم. شما این مشکل رو دارید توی مواردی که استفاده میکنید؟ این مشکل رو شما هم دارید؟ میگم کلن توی فارسی توی انگلیسی خیلی کمتر، فارسی مثلا بارها میشه قطع میشه بعد هی باید بزنی ریجنریت بکنه. آها آره. اون مثلا نارقابل میکنه. نیتورک ارور که میده 3 تا مدل وجود داره که اوپن ای آی داره ازش استفاده میکنه واسه جی پی تی 4. خب این 3 تا مدل یه دونش مناسب زبان فارسیه و موقعی که ما فارسی میدیم بر اساس اون مدل شروع میکنه پاسخ دادن و توی انگلیسی داره از چت جی پی تی توربو استفاده میکنه، توی فارسی داره از چت جی پی تی معمولی استفاده میکنه. چت جی پی تی معمولی 32K توکن بیشتر نمیگیره ولی دقیق تره. کلن توربوه. بعض موقع یه غلط منطقی مثلا غیر منطقی. نه رفرش کن. رفرش کن. من تا دیروز نمیدونستم اصلا چیز داره. بود. نه درست شد. خب اینم اینطوری موقعی که جدا میکنید این تیکه های مختلف رو میتونه بهتون کمک کنه. بذارید من یه دونه از اینا رو بردارم بیارم. این خوب. عجب.
نکته اینجاست گم میشه موقعی که دیتا خیلی زیاد میشه. خب ما الان داریم میگیم دیتای بیشتر بنویسید، دیتای بیشتر بنویسید، از اینجا بعد مدل گم میشه. این تکنیک رو استفاده کن، تگ XML بده و مدل گم نمیشه. الان ببینید اینو. الان شما یه اگزمپل بهش دادین؟ دقیقاً. من نمیدونم چی ازش خواستیم. ازش خواستم اطلاعاتی که توی این تکست بود، این اطلاعات رو یه تیبل درست کنه و توی تیبل بریزه. چه تیبل خوبی داد سریع. خب از این استفاده کنید، این تکنیک تیکه تیکه کنید. آره از ببین اصلا اگه می‌خواستیم حالت عادی بگیم تیبل بکش چه فرقی داشت؟ این میتونه 128K کاراکتر بگیره. شما میتونید یه 300 صفحه واسش بنویسید. موقعی که میتونید 300 صفحه واسه GPT-4 بنویسید، از یه جای به بعد مدل به نوشته هاتون توجه نمیکنه. نمیدونم تست کردید یا نه، تکست خیلی طولانی دادید یا نه. وقتی تکست خیلی طولانی میدید بهش توجه نمیکنه. بهتون ارور نمیده ها، نمیگه که ارور. بهش توجه نمیکنه و متوجهش نمیشه. این تگ نویسی کمک میکنه مدل که بتونه بخش رو پارت کنه و متوجهش بشه. ما آدما چیکار میکنیم؟ ما آدما وقتی یه چیز طولانی بهمون داده میشه تیکه تیکش میکنیم، خوردش میکنیم که بتونیم اصلا متوجهش بشیم. مدل هم دقیقاً همینه، بهش تیکه تیکه میدی و متوجه میشه. راستش من میخواستم در حد این برکت ها به آدما بگم. خب این برکت ها رو این شکلی استفاده کنید. خب هرچی هم این داخل دلتون خواست بنویسید، خیلی سختش نکنید، چون که خود تگ توضیح دادن خودش نیم ساعته. این تگه. آره من اصلا نمیخوام وارد دیتیل فنی بشم، میگم من خودم خیلی آدم فنیه. خب آره متنتون رو تیکه تیکه کنید، اینطوری کنید، خیلی جوابه. اون چیزی که داخلش می‌نویسید مهمه، چون کانتکست رو با اینستراکشن اگه جابجا بنویسید برای عوض میشه. آره مهمه. داخل صحبتاتون یه کلمه‌ای که مهم نیست من شنیدم. نه مهمه. خب سری استپس بگید، بهش مرحله بدید، بگید مرحله 1، مرحله 2، مرحله 3 این کارا رو بکن. اینو تیکه قبلی گفتیم. بذارید توی پرامپت های تمرینی. نگاه کنیم میکنه. آره وقتی تیکه تیکه استپ با استپ بهش میگی بهتر متوجه میشه. ما اینجا متن داریم، یه کوئسچن. خب این کوئسچن رو میتونید خودتون همینطوری بزنید و ببینید چه جواب میده. یه ماجیک فریز داریم، explain it step by step. خب ببینیم با این چطوری جواب میده. نمیدونم چند نفرتون این استپ بای استپ رو تست کردید دیگه؟ استپ بای استپ خیلی چیز باحال و ارزشمندیه. اصلا جایی باید نمیتونه تحلیل کنه چون مسئله پیچیده است. آره من برد تو نسخه بتون. کدوم جواب بهتریه؟ این جواب بهتریه. اول اومد استراکچر و فرض‌هاشو در آورد. گفت فرض 1، فرض 2، فرض 3، کانکلوژن. خب میخواد وارد دیتیلش بشیم؟ وارد دیتیلش بشیم ببینیم که مثلا ما تو این جمع میتونیم این سوالو جواب بدیم. یه آدمی یه راهب انگلیسیه. خب یه فارسی اینا خاطر
نه یه منظره رو، یه صحنه رو ریکورد کرده. خب توی 8 دسامبر 1128 5 روز بعد از اینکه اینو بخونید همگی بخونید. فارسی گفتن خیلی کار دشواریه. آره دقیقاً. اولین چیزی که من میخوام اینجا بگم، همتون حوصلتون سر رفته و هیچ کدوم از ما آدما نمیتونه توی تایم کم این متن طولانی رو بفهمه، پرمیساشو در بیاره و بقیه موارد. اما یه AI میتونه این کار انجام بده. خب به نظرم اصلا لازم نیست ما این مسئله رو بخونیم و بهش فکر کنیم. خب میتونیم ازش بپرسیم. دقیقاً کارگاه پرامپت نویسی اگه یه چیزی واسهتون داشته باشه به نظرم اینه. مسئله هاتون رو بدید بهش، روش وقت نذارید، نشینید همه چیز رو خودتون بخونید، بدید ببینید چیه. ما آدما ساخته نشدیم برای اینکه یه عالم متن رو پروسس کنیم. ما آدما ساخته نشدیم برای اینکه یه عالم محاسبه رو انجام بدیم. یه چیز خلاصه ما داده. ما حتی انگلیسیشو به فارسی کردم من چالش داشتم. آن نکته اینجاست که مسئله حل شده. بایسته باید خودتون تستش کنید. یه پستی رو ما توی کانال شریف جی پی تی گذاشتیم و اون پست اینطوریه که من 2 تا طناب دارم و این طنابا هر کدومشون توی 1 ساعت میسوزه. یعنی من اگه یه دونه طناب هر کدوم از این طنابا توی نیم ساعت میسوزه و من اگه این 2 تا طنابو میخوام باش 45 دقیقه رو اندازه گیری کنم، چطوری این کار میکنم؟ بذارید پست رو بیاریم. آره بذارید پست رو بیاریم و این مقایسه بکنیم ببینیم چند نفر از ما میتونه اینجا حل کنه این مسئله رو. نظرتون چیه؟ بگیم که چجوری باید 2 تا طناب 45 دقیقه رو اندازه بگیریم. آره قبلا انجام شده بودی؟ نه. حالا ببینیم که یه سریا سخته. نه حالا ما که اینجا نمیخوایم واقعا ضعیف هوشی اندازه‌گیری کنیم، میخوایم ببینیم این مسئله‌ای که واسه ما آدما پیچیده است و میتونیم بدیم حل کنه. جان دارمش، میخواستم بذارمش تو این گروه شریف جی پی تی پرامپت که دوستانم باشه. خب 2 تا طناب و یه فندک داریم. هر طناب به خاطر تراکم متفاوتی که در نقاط مختلفش داره با سرعت یکسانی نمیسوزه، ولی هر کدوم
کامل از یه سر به سر دیگه دقیقاً 60 دقیقه طول میکشه تا بسوزه. چطوری 45 دقیقه رو اندازه‌گیری کنیم؟ اینو بهش میدیم و میگیم مرحله به مرحله فکر کن. آره این خیلی مهمه. ما آدما احتمالاً طول میکشه تا این مسئله رو اول متوجه بشیم، بهش فکر کنیم، بهش فکر کردیم تحلیلش کنیم، بعد بیایم واسهش سولوشن بدیم. چه کاریه؟ بدید جی پی تی حلش کنه. من نمیدونم واقعا این اتفاق میفته یا نه. این ترسناکه میشه من یادمه قبلا ما میخواستیم یه جایی بریم، آدرس ها رو حفظ بودیم، مسیرها رو حفظ بودیم. راننده های تاکسی من یادمه تو تهران میدونستن دقیقاً کجا به کجاست، خیابون به خیابون حفظ بودن. الان همشون مسیریاب دارن. خب اون دفعه از راننده پرسیدم آقا اینجایی که داریم میریم تا الان رفتیم؟ میگه آره زیاد رفتم من نمیدونم چطوری برم. مثلا همینه. خب تکنولوژی اینطوریه، وقتی از این تکنولوژی استفاده میکنید بهتره ریلای میکنید بهش. بعضا مسئلهاتون رو بدید به جی پی تی، بهش بگید مرحله مرحله حلش کنه و مرحله مرحله که خواست حلش کنه دیتیل بهتون بده. روش بعدی ریفرنس تکست بدید. اینو خیلی صحبت کردیم، دیتیلاشو گفتیم، ریفرنس تکست هم دادیم، مواردم دادیم، جلو رفتیم. بریم بعدی. سایتیشن بدید، بهش لینک بدید، بهش موارد بدید. اینو جلوتر تست کردیم. بریم بعدی. تسک پیچیده رو تبدیلش کنید به چند تا ساب تسک واسش. یه چیز کلی سخت بهش ندید. من یادمه ما المپیاد فیزیک که میخوندیم اینطوری بود. یه متن یه پاراگراف داده بود، بعد 6 تا سوال میپرسید، بعد جواب هر سوال، خروجی هر سوال کوچیک ورودی سوال بعدی بود. مثلا این مدل همین کارو بکنید. توی تمرین، توی پرکتیس ها موجوده، توی پرکتیس ها حتما اینو تست کنید. آره الان من ساعت رو دیدم و متوجه شدم ما 1:1 و به خاطر همین میخوام سرعت بدم. اتونومس ای آی ایجنت خیلی چیز مهمیه. یه پروژه‌ای توی استنفورد انجام شد. چت جی پی تی، پرسوناهای چت جی پی تی رو انداختن توی یه دنیا و اینا توی این دنیا با هم ارتباط برقرار میکنن و ارتباطشون خیلی انسانیه. این باعث چی میشه؟ باعث یه چیزی میشه به اسم اتونومس ای آی ایجنت. اتونومس ای آی ایجنت احتمالاً چیزیه که ما سالهای بعد ازش استفاده میکنیم. کار این چیه؟ کار اینطوریه. یوزر یه تسک بهش میده. میگه من میخوام یه اپلیکیشن دیولپ بشه که آموزش زبان بده. یه ایجنتی میاد شروع میکنه تسک کرییت میکنه، تسک درست میکنه. این تسکا رو میفرسته به یه اکزیکیوشن ایجنتی. از چی استفاده میکنه و این تسکا رو کرییت میکنه؟ یه مموری داره. بر اساس یه کانتکستی، بر اساس یه پرامپتی شروع میکنه تسک درست کردن. این تسکا میره سمت اکزیکیوشن ایجنت. اکزیکیوشن ایجنت تسکا رو میده به سمت یه ایجنت دیگه‌ای که تسک پرایوریتیزیشن انجام میده، اولویت بندی میکنه، میگه چه تسکی مهمه، چه تسکی مهم نیست، موارد اینطوری، و تسکا یکی یکی دان میشه. و یه کار پیچیده‌ای که ما آدما انجام میدیم اینه که دقیقاً همینه. ما میایم یه سری تسک درست میکنیم،
میدیم به جی پی تی، تسکا هم خودمون اون وسط پرایوریتایز میکنیم، میگیم که این تسکا مهمتره، اینا رو اول انجام بده، بعد اینو انجام بده، بعد اینو انجام بده. در راستای همون مرحله فکر کردنه. مرحله به مرحله فکر کردن و از یه جای به بعد دیگه AI انجام میده. فقط نکته اینجاست که این تکنولوژی هنوز مشهور نشد. شما میتونید یه تب باز کنید، تسک کرییت کنید. یه تب دیگه باز کنید، تسک رو انجام بدید. یه تب دیگه باز کنید، اولویت بندی کنید. این کار خودتون میتونید دستی انجام بدید و سرعتتون، کیفیت کاری که انجام میدید خیلی میره بالاتر. میشه اتوماتیکشن کرد، مثلا بگیم که یه گوگل داک باز کن، خروجی کارات اینجا بذار، بعد به این بگیم ورودی شما باشه خروجی. آره یه پروژه است دقیقاً همین. یه پروژه است اوتو جی پی تی. دقیقاً همین کاره. و این به نظرم آینده‌ایه که ما میریم، ولی امروز نه، شاید سال دیگه یه همچین چیزایی و ما یه نمونه بتایی ازش ببینیم. فعلا تو مرحله تحقیقاتیه. مثل مقاله و اینا روش هست. پرامپتامون رو شکل بدیم. رول بدید، اینستراکشن بدید، اگزمپل بدید، کانتکست بدید، کوئسچنتون رو بپرسید. این شاید خیلی خوب کمک کنه که بتونید یه پرامپت خوب بنویسید. یه نمونه فرمالایز شده. از تأکید بیشتر بود که شکل بدید. به مدل تایم بدید که فکر کنه. یعنی چی؟ یعنی ازش سریع جواب نخواهید. بهش یه مسئله هست این که ما می‌خواستیم ببینیم سولوشنی که یوزر داره، سولوشنی که یه دانش آموز، یه مسئله دبیرستانه، می‌خوایم ببینیم سولوشنی که دانش آموز داده آیا درست هست یا نه. سولوشن رو بهش دادیم و به اشتباه میگه که درسته. به اشتباه اینجا میگه که سولوشنی که دانش آموز داده درسته. راه حل بهتر چیه؟ آره به اشتباه گفت. راه حل بهتر اینه که اول بهش بگیم سولوشن خودتو بده. تو اگه بخوای سولوشن بدی چی کار میکنی؟ دقیقاً. و بعد از اینکه مقایسه میکنه میگه که سولوشن دانش آموز غلط بود. آره همینقدر رحمت. خب خودمون باجه موشی داریم آره در همین مسیر شما میتونید، ما آدما موقعی که این مسئله رو بهمون میدن چیکار میکنیم؟ اول فکر میکنیم سولوشن من چیه؟ یه مونولوگ درونی داریم، سولوشن من چیه؟ حالا سولوشنمو که در آوردم مقایسه کنم با سولوشن اون دانش آموزه که من استادم، مقایسه میکنم با سولوشن اون دانش آموز که چطوری انجام شده. بعد اگه سولوشن اون با من فرق داشت، حالا میشینم بررسی میکنم ببینم اون اشتباه انجام داده یا من. بعد که مشخص کردم یه هینت میدم که اصلاح کنم. خب آره این پرامپت، این یه پرامپته که شما میتونید بدید استپ 1، استپ 2، استپ 3، استپ 4. آره میتونید بهش مرحله اینو بدید و مرحله اینو پیش بره. سولوشن اون دانش آموزتونم بذارید اینجا و ببینید که آیا درست بوده یا غلط. حالا میتونی اینو به قول شما اتومات کنی، API جی پی تی استفاده کنی، 40 تا بهش تکلیف دانشگاه بدی و این 40 تا تکلیف ها همه رو تصحیح کن. چقدر وقت سیو میشه؟ وقت TAI میتونید این کار بکنید. این پرامپت به جای اینکه به تصحیح کنید، یه پرامپت میذارید که واسهتون تصحیح کنه. بعد چک کردن سناریو میخواد خیلی راحت. نمیدونم اگه استادای آنلاینن و دارن گوش میکنن خوشحال میشم فیدبک بدن روی این. یعنی یه بار اول داری بهش خودت سعی کن، خودت اینو حل کن. آره. یا میتونی حل خودت رو بهش بدی، بگی با این مقایسه کن. این حل درسته. میدونم. آره. درستش میبینی که با اون پارامترهایی که تو داری فرق میکنه. بهش میگی که من این حل رو مثلا قبول دارم. این سولوشن مثلا. این سولوشن صحیحیه که من قبولش دارم. آره.
آره یه چیز جالب وجود داره. تست تشریحی همیشه باید توسط انسان تصحیح بشه، درسته؟ من به نظرم تست تشریحی توسط AI تصحیح میشه. یکم دیگه الان آخه ما اینجوریه که توی CW بود، شما شریف بودیم دیگه، میدونید CW آمورگان که بارگذاری میکنیم استاد گفت که من اینا خودم سعی نکردم، سولوشن دادم CW خودش سعی کرد. CW رو من فنیشو میدونم، نه AI پشتش نیست. همه گفتن که نه اصلا کاری نمیکنه و خودش این کار کرده. این پرامپت انجینیرینگ تبدیل میشه به چند تا بیزنس. خب این بیزنس ها رو جدی بگیرید. بیزنس هایی که روی ایژوکیشن کار میکنن، بیزنس هایی که روی ورک پلیس پروداکتیویتی کار میکنن، این سولوشن بده شما نامه بنویسه، آدما میخرن اصلا خیلی راحت. یه سولوشن بدید روی کدینگ و دیولپمنت، یه سولوشن بدید بیزنس اینتلیجنس، داده های سازمان رو ترین کنید روی یه هوش مصنوعی بفروشید، کانتنت درست کنید باهاش، هر چی. تسک بچه هایی که داری توی پروداکتی و آقای دانایی اونجا استاد کار، خب ازش بپرس، ما از آقای دانایی یاد گرفتیم. لیست میکنه واسه تسکا رو دونه دونه اساین میکنه، اساین که کرد اکزیکیوت شدهش هم واسه میگیره. خیلی راجع به ایژوکیشن حرف زدم. به نظرم اولین کاربردیه که از AI ما میبینیم. الان داریم تو ریسرچ میبینیم استادای دانشگاه، کسایی که بچه‌هایی که هومورک میزنن، هومورک هایی که با جی پی تی زده میشه و حال میکنن. یه خانمیگو یه پلتفرمیه که خان آکادمی درستش کرده و با AI شروع میکنه با آدما مباحث درسی دبیرستانی آموزش میده. فیزیک ما هم یاد گرفتیم. الان قانون دوم ترمودینامیک چی بود؟ کسی یادش هست؟ قانون دوم ترمودینامیک چی بود؟ سوالتان شما تازه کنکور خوندید دیگه. قانون دوم ترمودینامیک انتروپیه. خب میگه انتروپی همیشه در جهان در حال افزایشه، زنده باد، ولی همیشه در حال افزایش. حالا نکته اینجاست برید خان آکادمی اینو یاد بگیرید. اگه وقت هندسه بلد نبودید، چیزی بلد نبودید، برید خانمیگو یاد بگیرید. راستش 10 دقیقه به یکه. میرید اکانت میسازید، بعد اکانت که ساختید بهتون تست میده، میتونید استفاده کنید. ببینید چی. 4 دلار تو ماه. ببینید من یه چیزی بگم، فکر کنید یه معلمی داره کنکور درس میده، خب به دانش آموزاش یه همچین پلتفرمی میده و اونا میشینن تستای کنکوریشون رو راحت تر میزنن. فارسی هم پشتیبانی میکنن. درسته آیست دیگه. باز دوباره ما جی پی تی رو باید در بیاریم اینجا نشون بدیم. یک سوال فیزیک نه بهش نمیگم، نمیخوام بهش بگم، نمیخوام پرامپت خوب بهش بدم، میخوام پرامپت بد بهش بدم ببینم چی خودش در آورد. حالا مرحله چرا نمیشه؟ واقعا این در حد سوال کنکوره. در حد سوال کنکور اخیره نیست.
نه میخوام حلش کنم. میخوام حلش کنم. توی ادویکیشن خانمیگا دقیقاً همینه. یه همچین چیزهای، همچین فیچرهای با هم قاطی کرده. اونم مثلا ازش سوال بپرسیم جواب بده. آره دقیقاً اینتراکتیوه. شما فکر کنید یه معلم 24/7 داشته باشی رو به رود که شروع میکنه همه مباحث رو درس دادن، دیگه نمیشینی ویدیو ببینی. آره میدونم، نمیخوام بزنم. یک سوال سخت‌تر طراحی کن و مرحله. نه این بهتر بود. قطعاً بهتر میشه. من الان میخواستم سریع بزنم ما جمع کنیم. دیگه کلاس نداریم؟ دیگه نداریم؟ چرا؟ ایشالا بعداً هم میذاریم تو ای. چرا میخندیم؟ فعلا نمیخواستم در مورد ویرایش عکس تو این جلسه چیزی بگم. اگه موافق باشی بهت میگم توی پی وی گروه اینا میگم از کدوم اکستنشن. بذار الان آقا چقدر ما وقت داریم؟ نه دیگه بیشترش رو نیم ساعت اضافه کن دیگه. دوستان تا اینجا اومدن. مرحله حل کرد. اما میرفتم اینو از یه معلم یاد میگرفتم. قبول دارید؟ آقا شما کنکور دادی، این اگه بود کنکور بهتری میدادی یا نه؟ ببین گوشی ها اکانت تهیه کردن راحت تر از معلم تهیه کردن. حالا برها بنظرم این باز کمک میکنه، وجودش برکته. نماده جایگانه شروعی کار میکنن همه لپتاپ بالاخره یک کافه میتونیم همچون هستی یه جوری دسترسی میتونیم. یه سری کاربرد توی محل کار، ایمیل ها، کامیونیکیشن ها، کدینگ، ریپورت درست کردن. جدی بگیرید این ستا رو انجام بدید، چیز خوبیه. دعا میکنید من. ما توی شریف جی پی تی ورژن انترپرایز میدیم. ما ورژن انترپرایز میدیم. با اوپن ای آی مذاکره داشتیم، صحبت کردیم و تونستیم ورژن انترپرایز چت جی پی تی رو بگیریم. اگه شما سازمانی دارید که علاقه‌منده و دوست داره که ورژن انترپرایز چت جی پی تی رو داشته باشه و خود آدما تک تک هزینه نکنن، اینطوری باشه که یه پنل ادمینی وجود داشته باشه، یوزرنیم پسورد به آدما اختصاص داده بشه، میزان مصرف هر کس مشخص باشه و ارزونتر بیفته واسهتون. الان یکی که برنامه نویسه صبح تا شب داره استفاده میکنه، یکی که داره نامه میزنه کم استفاده میکنه، درسته؟ چطوری این راحت بشه؟ با این چیزی که ما تهیه کردیم میتونید انجامش بدید. واسه دیولپمنت کدینگ از گیت هاب کوپایلوت استفاده کنید، خوبه. من میخواستم یه سری نمونه‌های کدینگ و اینا بهتون نشون بدم و با هم ببریمش جلو، ولی تایممون نرسید واقعیت. من نتونستم اون موضوعات کدینگ رو خوب بهتون بگم، ولی واسه بیزنس اینتلیجنس خب
این یه نمونه‌ایه که من خودم مثلا اون تکلیف‌های دانشگاه CW یه اکسل آپلود کردم و این اکسل رو مرحله سوالاشو پیش رفتم. یه جا گفتم تعداد درصد انواع مشتریان رو به دست بیار، توی پای چارت بکش، مثلا چارت کشید. این رو راحت می‌تونید بیس کنید توی اکسل؟ آره میتونید اینو جدی بگیرید. این واسه آدمایی که هر کسی که داره هر تحلیلی انجام میده مناسبه. راستش اونجا اومد تذکر داد، گفت جمعش کنید. توی کانال شریف پرامپت ما اینو ادامه میدیم. ما همین تحلیل دیتا رو، دیتا آنالیز رو ادامه میدیم. حالا چه کسایی که آنلاینن، چه کسایی که اینجا حضوری لطف کردن تشریف آوردن، اینو ادامه میدیم و میگیم. یکی از دوستان پیشنهاد داد یه کارگاه جدا بذارید واسه دیتا آنالیز. اگه موافق بودید یه کارگاه جدا هم میشه. خیلی چیز جذابی هست. اگه میخواید کانتنت کرییت کنید از رایت سانیک استفاده کنید. GPT خیلی به کارتون نمیاد. حالا آقای آقازاده رفت. چی؟ از رایت سانیک اینجا. رایت سانیک. ابزارهای بهتری بهتون میده واسه کانتنت جنریشن. GPT یه چیز خام بهتون میده. یه چطوری بگم؟ آره خیلی کلی. آره ادیت زیادی میطلبه. SEO باید بشه. 1000 تا چیز. رایت سانیک خیلی بهتره. آره آدمای خیلی زیادی از من پرسیدن حالا که AI اومده ما بریم چیکار کنیم؟ چه کاری مناسبه؟ چه کاری رشد میکنه؟ چه کاری میاد؟ هر کسی که داره کاستومر و سرویس پشتیبانی میده، هر کسی که داره پشتیبانی میده حذف میشه. هیچ وقت کار پشتیبانی انجام ندید. کارمندای اداری همه حذف میشن، وجود نخواهند داشت. خیلی جدیه. توی ایران تقریباً 3 میلیون نفر از 21 میلیون نفری که کار میکنن اینطوریه. یه حجم خیلی زیادی از آدم‌ها توی ایران دارن یا توی اداره سرویس میدن یا دارن کاستومر سرویس میدن. اینا باید جدی به فکر این باشن که یه پروفشن جدیدی واسه خودشون انتخاب کنن. بقیه پروفشنال رشد میکنن. این گزارش مکنزیه. اونایی که توی استم پروفشنالا هستن، کسایی که مثل ما نالج ورکرن، مثل شما دارن روی یه موضوع پیچیده‌ای کار میکنن، همه رشد میکنن و اتفاقا اینجاست که بیشترین رشد رو میکنه و بیشترین خروجی رو خواهد داشت. مثلا کسایی که برنامه نویسی میکنن خیلی رشد میکنن. کسایی که دارن توی بیزنس کار میکنن، همین که تو لازم نباشه اون پروژه رو همه تسکاشو خودت بنویسی، یعنی تایمت سیف شده، میتونی کار دیگه کنی، پس تو رشد میکنی. خب هر کاری که جنس تکرار شونده داره، تکرار شونده تر، ریپیتیتیو داره، آره حذف میشه. هر کسی که با داکیومنت بیشتر کار میکنه حذف میشه. هر کسی که گزارش بیشتر مینویسه، هر کسی که کلا بیشتر مینویسه، اون بیشتر مینویسه، میگه، ارتباط برقرار میکنه، اون وجود نخواهد داشت. استم پروفشنالا بهترینان و بعدش بیزنس. استم پروفشنالیتی و بیزنس رو در نظر بگیرید و به سمت این دوتا برید. ایژوکیشن هم خوبه اما فوق العاده نیست. اگه دارید فیزیک میخونید، اگه دارید شیمی میخونید، اگه دارید هر چیزی میخونید که توی اون حوزه است، خوبه. پیشنهادایی که ما داریم: پروگرامینگ، دیتا آنالیست، ایژوکیشن. این سه تا رو واردش میتونید موفق شید. خب چت جی پی تی بیشترین تاثیرش رو توی این سه تا حوزه داره. توی این سه تا حوزه تأثیری که ثروت میآفرینه هست. این سه تا حوزه تا حوزه‌های خوبه. البته که شغل هر کسی اسپسیفیک خودشه، اسپسیفیک سازمانه، خودش تعیین میکنه. این سه تا رو جهت کلی در نظر بگیرید. نه فردا پروگرامر بشید. هر تخصصی که دارید بیاید توش پروگرامینگ هم قاطی کنید، بیاید برنامه نویسی هم قاطی کنید. شما که دارید بحث پروژکت منیجمنت رو انجام میدید، برنامه نویسی هم کنارش ادامه بده. چطوری از AI پول در بیاریم؟
واسه این سوال خیلی سخته. خب دوباره برگردیم مکنزی. کسایی که سرویس اپریشن اپتیمیزیشن انجام میدن پر ارزش ترین آدما خواهند. کسایی که میان پروداکت های روی ای آی طراحی میکنن ارزشمندترین خواهند. کسایی که میرن کال سنترها رو اتومات میکنن. خب چیکار کنیم که اسنپ فود دیگه کسی زنگ نزنه، ای آی پشتش باشه؟ کسی که روی این انرژی میذاره احتمالاً ثروت خوبی واسه خودش درست میکنه. کسی که فیچرهای پروداکت ها رو اپتیمایز میکنه، بهتر میکنه، تفسیر ویژگی داره. عجله ندارم، این عجله ندارم احتمالاً از جی پی تی بهش رسیده. حالا عجله ندارم چطوری شغل منو تحت تاثیر قرار میده؟ این نمودار رو بخونید، من واسهتون بعد ایونت کارگاه توضیح میدم که این چیه. آره میفرستم. ولی این شغلا بیشترین تاثیر رو میگیرن و مارکتینگ و سیلز خیلی تاثیر بزرگی میگیره شغلی که شما دارید و کسی که توی مارکتینگ و سیلز باید خیلی جدی بگیره موضوع. فرصتامون چیه؟ سه فرصت داریم. این شغلا، این رده های شغلی احتمالاً موفق تر خواهند بود از بقیه. سافر انجینیرها، دیتا انجینیرها، ماشین لرنینگ انجینیرها. چرا؟ چون استخدام این آدمو سخت شده. از وقتی ای آی اومده، جنراتیو ای آی اومده، این آدما سخت‌تر پیدا میشن، سخت‌تر گیر، تقاضا براشون بالا رفته. اگه کسی دارید که میره توی این حوزه ها موفق‌تر خواهد بود. دیتیلشو میگم. میخواستم آخر کارگاه از یه سری چت جی پی تی پلاگین و کاستوم جی پی تی ها استفاده بکنیم، یه ذره تست کنیم، ببینیم که کاستوم جی پی تی ها چطوری هن، چطوری درست شدن، پلاگین ها چطوری هن. یه کوچولو میریم توش و تمومش میکنیم. اینجا اگه برید اکسپلور جی پی تی میتونید کاستوم جی پی تی های مختلفی رو ببینید. این مسائل ریاضی بهش میدی حل میکنه، این دیاگرام میکشه، این ایمیج جنریت میکنه. خیلی بهتر از این که برید از خود جی پی تی استفاده کنید، تست کنید. این لوگو کرییت میکنه، این کارتونایز میکنه. چیزی رو ببینید. عکس پروفایل هم این چه شایی منه؟ ولی اینو ای آی جنریت کرده. خب و توی همین قسمت کارتونایز یورسلف هم بوده. تستش کنید، چیز باحالیه. میتونی باشه NFT بسازی. بعد این قسمت دیتا آنالیستش رو چک کنید، خیلی جذابه. اون دغدغه‌ای که داشتی دیتا آنالیست و اینا، این تیکه کمک میکنه. اینجا میتونید رایتینگ های بهتری داشته باشید. البته از رایت سانیک استفاده کنید اگه سئو میکنید. دقیقاً اصلا کارش دقیقاً همینه. بعد این تیکه جذابیه، دیاگرام میکشه، ویدیو میده دوباره بهش پی دی اف میدید، پی دی اف رو بررسی میکنه، اسلاید. آره اسلاید میکر، پاورپوینت. خیلی میپرسن که چه شکلی ما میتونیم از جی پی تی پاورپوینت بگیریم. با اسلاید میکر بگیرید. میتونید. بیشتر هم هست. این ای پی آی میده، رزومه درست میکنه، ای آی وایس جنریتوره. از ببینیم چی میده. چیکار میکنه؟ فارسی هم حالا بذار وایس هم جنریت کنه.
البته این ابزارها همیشه بوده، اینکه این ابزار در اختیار ما مردم عادی قرار گرفته خیلی خوبه. آره. نتونستم بایی سر بگیرم، اینطوری دارم میگم. The Assembly of the Congress of the Confederation made New York City the national capital shortly after the war. In January 1785, the Assembly of the Congress of the Confederation made New York City the national capital shortly after the war. خدای خوب بود. حالا یه داک میتونید درست کنید، اسکولار جی پی تی. Give me به درد شما میخوره اسکولار جی پی تی. انشالله مقاله های خوبی بود. مقاله ها رو دونه دونه آره مرور ادبیات ها رو با این میتونی بنویسی. حالا این اسکولار ای آی بهتون گفتم. اسکرین شات تو کد، اگه کسی اینجا کد نویسی میکنه این ورژن شبیه خانمیگوه، خانمیگو لایت. خانمیگو همونی بود که توی ارائه توضیح دادیم. یه چک بکنید اینا رو چک بکنید. من اطلاعات بیشتری باز میذارم بعد دوره ذره ذره که اینا رو حتما چک کنید و در جریان باشید و فعلا تا همینجا تمامش کنیم. از من خواهش کردن که هرچی زودتر تمام کنیم. من دوست ندارم ولی دیگه خواهش میکنم.